درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی دانگام ولایت کنر بیش از 2 هفته طول کشیده و هنوز هم آتش جنگ از دره‌ها و قلعه‌های بلند این ولسوالی زبانه می‌کشد. هر لباسی که می‌بینیم انداخت کنیم، دشمن از مکمل دشمن است. مقامات ولایت کنر میگویند این جنگ خسارت زیادی را به باشندگان دانگام وارد کرده و صدها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. شجاع الملک جلاله سرپرست کنر روز یکشنبه در صحبت با رسانه‌ها گفت احتمال می‌رود هزارها خانواده دیگر نیز از مناطقشان بیجا شوند. آقای جلاله خواهان فراهم آوری کمک‌های عاجل برای بیجا شدگان ولسوالی دانگام شد. وی میگوید کدام جاهایی که تحت محاصره بود و مردم بنابر موجودیت تهدیدات مدت 8 روز نان نخورده بودند، برایشان البسه نرسیده و خانه‌هایشان سوختانده شده بود، آن خانواده‌ها را به ذریعه بزرگان قومی بیرون آوردیم. ممکن 3 تا 4 هزار خانواده بیجا شوند و به این خاطر ما برخی آمادگی ها را گرفته ایم و در انتظار کمک های جهانی و نهادهای داخلی هستیم. ولسوالی دانگام یکی از 14 ولسوالی های ولایت کنر بوده که در نزدیکی مرز با مناطق باجور و دیر پاکستان قرار دارد. این ولسوالی دارای اراضی پیچیده و جنگلزار بوده و گفته می شود که مخالفان مسلح تا حالا چندین بار حملاتشان را بالای مردم و نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی انجام دادند. 2 تن از باشندگان دانگام نیز از وضعیت جاری ابراز نگرانی کرده و میگویند که مخالفان مسلح آنان را با مشکلات زیاد مواجه ساخته است. جنگ جریان دارد. این 16 یا 17مین روز است. تلفات ملکی هم زیاد. خانه های ما را به آتش کشیدند و اموال ما را به باجور برده و لیلام کردند. هنوز هم تعدادی از افراد به شمول زنان، اطفال و بزرگان که تقریبا تعدادشان در حدود 800 تن میرسد در محاصره قرار دارند. این باشندگان همچنان میگویند از ظلم مخالفان در دانگام به سطوح آمده و دست به قیام زدند، اما با گفته آنان مخالفان مسلح با سلاح‌های سبک و سنگین بالایشان حمله کردند. با گفته آنان تا حالا 4 فرد ملکی در حملات مخالفین کشته شده و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشته‌اند. در این حال مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگویند در جنگ دانگام بیشتر تروریستان خارجی و لشکر طیبه حضور دارند و هدفشان هم سرکوب قیام‌های مردمی و تصرف ولسوالی‌های این ولایت بوده است. رهبری جنگ را والی نامنهاد طالبان به اسم عمر مخلص و فرماندهی عملی جنگ شخص به نام قاری ضیاءالرحمن به عهده دارد که ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی دانگام می باشد. این جنگ اضافه تر از 1000 نفر اشتراک نموده بودند که دری تروریستای خارجی و به خصوص تروریستای لشکر طیبه به نظر می رسد. نیروهای امنیتی افغان هنوز هم در این ولسوالی مصروف درگیری با مخالفان مسلح هستند. جنرال زمان وزیری قماندان قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان میگوید در طول 16 روز گذشته بیشتر مناطق را از تصرف مخالفان مسلح بیرون کردند. اگمی امانگی آموتام نیروهای ما نمی بود. ما به شکل واضح برایتان میگم که امروز نی ولسوالی دانگام نی ولسوالی اسماری وجود داشت، مگر با فضل خداوند و با مرحمت خدا نیروی شجاع و مرد شما با مورال بسیار عالی از ابتدای شروع فعالیت تا امروز دشمن سرکوب کرده. با اساس معلومات مسئولان امنیتی در کنر تا حال 157 مخالف مسلح و 6 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. دشمن فریب خورده و دشمنی که نابکار است 157 کشته شده، 112 زخمی مانده که در میدان جنگ عملا باقی ماند. سلاحشان تخریب شده. مقامات ولایت کنر در حال از وضعیت مردم در ولسوالی دانگام ابراز نگرانی کردند که روز یکشنبه مشران جرگه افغانستان نیز خواهان کمک‌های عاجل به آسیب دیدگان این ولسوالی گردید.